شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثری نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتاری 22. راستی و جوانمردی. بر مرد خردمند امامت بدهیم، می گفت به اهل انجمن نائب پیر. بر گرد جهان بند امامت بدهیم، می گفت دیگر نائب صاحب تدبیر. اما به خیالم زی جهانداری هم در شأن جهان شعر سرای دشوار. بر شاعر ما بدون کشورداری حتمی بودش دانش دیگر زینهار. ابرها حکایت میکنند از قدیم الایام راست و دروغ هم پهلویند. از قدیم الایام آنها بین خود تلاش دارند که کدام ضرورتر، مفیدتر و زورتر است. دروغ میگوید من، راست میگوید من. تلاش آنها را پایان نیست. بار آنها عالم را دور زده از مردم پرسیدنی شدند که حق به جانب کیست. دروغ پیش پیش از پیره‌های باریکی کج و کلیپ می‌دوید. به هر راه نگاه میکرد، هر شکافی را میبویید، به هر تن کوچه و پنج کوچه تاب میخورد. راست فقط از راه‌های راستی فراخ سربلندانه قدم میزد. دروغ به ایست هنگیر هنگیر میخندید، اما راست متفکر و محزون بود. آنها بسیار راه‌ها، شهرها، اولهای گوناگون را گشتند. نزد شاهان و شاعران، خانها و قاضیان، بازرگان و جادوگران رفتند. اینچنین میان خلق عادی گشتند. آنجایی که دروغ پیدا می شد، مردم خود را آزاد و سبکبار حس می کردند. آنها بر روی یکدیگر خندیده می ایستادند، هرچند که در همین دم یکدیگر را می فریبیدند و می دانستند که یکدیگر را فریب می دهند. با وجود این بیغم و فارغ بال بودند، یکدیگر را فریب می دادند. دروغ می گفتند ولی شرم نمی داشتند. لیکن هنگامی که راست پیدا می شد، مردم غمگین گشته، نگاه از یکدیگر تافته، چشم بر زمین می دوختند. آدمان خنجر از غلاف می کشیدند. به خاطر راست رنجیده به رنج آورده، خریدار به بازرگان، مردم عادی به خان به شاه در می افتادند. شوهر زنی خود و خوشداری او را می کشت، خون ریزی می شد. بنابراین اکثری آدمان به دروغ می گفتند از نزد ما نرفت، تو دوستی بیگمان مایی، با تو زندگی ما آسان و سبک است، اما تو راست به ما فقط تشویش می آوری. به فکر کردن غم خوردن، عذاب کشیدن، مبارزه کردن مجبور می سازی. آیا در راه تو کم جنگاوران و شاعران و جوان مردان هلاک گردیدند؟ ها، چی تو می گفت دروغ براست؟ دیدی من زورتر و مفیدتر بودم. چند خاندان را دور زده بر آمدیم، در همه جا مرا تحسین می گویند، نه تو را. ما بسیار جایهای آباد را گشتیم. بیا اکنون به قله ها براییم. بیا رفته از چشمساری سردابی مصفا، از گل و لاله ها، از برفای کهنی سفید و بیداغ بپرسیم. در قله ها 100 اسرها زنده اند. آنجا عملیات جاویدانه و عادلانه قهرمانان، پهلوانان، شاعران، حکیمان، عزیزان، فکر و اندیشه ها و سرود و وصیت های آنان زنده است. در قله ها زنده است آنچه ابدی است و از تکاپوی ناچیزی روی زمین دیگر باکی ندارد. نه،
من آنجا نمی روم. جواب داد دروغ. ها، چی از بلندی می ترسی؟ آخر فقط زاغ‌ها در پستی ها می گردند. عقابان از کوه‌های بلندترین هم بلندتر پرواز می کنند. نخواد تو عقاب شدن، زاغ شدن را اولا دانی. آره، من می دانم تو می ترسی. و سلام. تو عموماً بزدلی. تو فقط در سری دسترخوان تویانه که آنجا مینوشی است و بس مناقشه کرده می توانی. اما از توی خانه که آنجا قدحنه خنجر صدا می دهد بیرون برآمدن می ترسی. نه، من از بلندی های تو نمی ترسم، اما در آنجا کاری ندارم چون که آدم نیست. من پادشاهی کشوری پستم که آنجا آدمانم. من بر آنها حاکم مطلقم. همه آنها تابعی منم. فقط بعضی ناترسا جرأت کرده به من مقابلت نشان می دهند و برای تو برای راست می درآیند. اما این گونه آدمان خالخالند. آره، خالخالند. ولی چون این آدمان را قهرمان می نامند. شاعران سرده های بهترین خود را به آنها می بخشند. قصه شاعر یگانه این حکایت را به من ابوطالب گفته بود. در قلمرو خانه چند نفر شاعران زندگی می کردند. آنها اول به اول کشته می سرودند. یکی غژک و چنگ می نواخت، دیگری سرنه می کشید، سیومی دف می زد. خان در وقتی فارغ گردیدن از کار و بار و از زنهای سرودی شاعران را گوش می کرد. بار او سرودی را شنید که در آن ظالمی خان، بی‌عدالتی و چشم‌تنگی او سخن می رفت. خان به خشم آمد، فرمان داد که سراینده این سرود شاعری اسیانکار را داشته به قصر خان بیارند. گوینده این سرود را یافته نتوانستند. آنگاه به وزیر و نوکران فرمان داده شد که همه شاعران را دستگیر کنند. نوکران خان چون سگان تازی به اول و خانه ها به پیرهه های کوهی و دره های نیهان تاختند. آنها همه کسانی را که سرود می آفریدند و می سراییدند دستگیر کردند و به زندان انداختند. پگاهی خان نزد شاعران محبوس برآمد کو اکنون هر کس به من یک سرود خود را بخواند. همه شاعران پسی هم در وصف خان، خرد و قدرت او، دلی پاک، زنهای محلقای او، سلطنت و شهرت او سرودها خواندند. آنها در سرودهای خود ترنم می‌کردند که تا این وقت چنین خانی بزرگ و عادل به دنیا نآمده بود. خان شاعران را یک یک آزاد می‌کرد. در آخر 3 شاعر ماندند که سرود نخواندند و چیزی نگفتند. برای این 3 نفر در زندان را از نو بربستند و مردم گمان کردند که آنها از یاد خان فراموش شدند. ولی خان پس از 3 ماه نزد محبوسان برآمد کو اکنون هر کدام به من یگان سرود خود را بخواند. یکی از آن 3 نفر فوراً در وصف خان، خیرت و قدرت او، دلی نیک، زنهای محلقای او، سلطنت و شهرت او سرود خواند و در سرودش ترنم میکرد که تا این وقت چنین خانی بزرگ به دنیا نآمده بود. سراینده را از حبس آزاد کردند. آن 2 نفری از سرودن سرکشی کرده را نزد گلخنهایی که پیشکی در میدان افروخته بودند آوردند. حاضر شما را به آتش میپرتاییم، گفت خان. آخرین بار میگویم به من یگان سرود خود را بخوانید. یکی از آن 2 نفر از ترس جان در وصف خان، خیرت و قدرت او، دلی نیک و زنهای محلقای او، سلطنت و شهرت او سرود خان و در سرودش ترنم میکرد که تا این وقت چنین خانی بزرگ به دنیا نآمده بود. این شاعر را نیز از حبس آزاد کردند. یگانه شاعری سرکش ماند که سرودن نمیخواست. او را به ستون بندید، آتش زنید. فرمود خان با قهر و غضب. بناگاه شاعری ستونبند سرودی را که در حق خان ظالم بی‌عدالت و چشتن گفته بود و آن باعث قصه مذکور گردید سرایید. زودتر دست و پای او را کشاید، از دم آتش رهانید. فریاد زد خان. نمیخواهم از یگان شاعر حقیقی مملکتم محروم شوم. البته گمان است که در یگان جا چنین خانهای عاقل و نکورای باشند. انجام داد ابوطالب قصه خود را. اما این گونه شاعران هم کمند. پدرم حکایت کرده بود. روزی از شاملی بزرگ
مقربانش سوال کردند. حضرت امام بگوید که چرا شعر و شاعری را منع کرده؟ شامل جواب داد: میخواستم که فقط شاعران حقیقی شعر بگویند، زیرا شاعران اصیل از دو سر شعرشان را گفتن میگیرند، ولی شاعران طمعکار و لقی و درویه که خود را شاعر نام کرده میگردند از فرمان من ترسیده جرأت گم میکنند و دست از شاعری میکشند. به این وسیله خلق را هم فریب نمیکردگی میشوند و خود را هم. حضرت امام باز یک سوال بگوید که چرا شعرهای سعیدی ارکانی را به دریا پرتافته؟ شعری حقیقی را با آب پرتافتن ممکن نیست. وی در دل خلق مأوا دارد. اگر شعر به قیمت کاغذی که در آن نوشته شده است برابر باشد، پس حقش به آب پرتافتن است. بجای چون شعرهای سست و مست که موج آبشان برده میتواند، سعید ارکانی سر یگان کاری فایده‌ناک را گیرد بهتر است. حکایت میکنند وقتی که شاعری بزرگ محمود هلاک میگردد، پدری ماتم زده‌اش جامدان دستنویسای محمود را گرفته به آتش میپرتاید. سوز کاغذهای لعنتی، پسری من برای شما جوان مرگ شد. کاغذها سوخته خاکستر شدند، اما شعرهای محمود جاوید ماندند. یگان مصرع از سرودهای او فراموش نگردیده است. اشعار او در دل مردم مأوا دارد. آن را نه آتش گرفته میتواند نه آب بردن، زیرا که نقدی حقیقت است. پدرم به کار کسانی زیرین میخندید، به آنهایی که چشم نرسد گویان شبانه از همه پنهانی به سفر میبرآمدند، به آنهایی که دو چشم خورجین را از سنگ پر میکردند تا آدمان آن را نان چرک پندارند، به شکارچیانی که از شکار به جای کپ زاغ برداشته می آمدند. ابو طالب به من حکایت کرده بود. کمبغلی بود که خود را به دولت وانمود کردنی می شد. او هر روز به گادکن خوشحال به چهره پرتبسم می آمد، مویلبی روغن‌آلودش جلا می داد تا گویی همین حالا بر کباب خورده است. کمبغل به همه شنوانیده لاف می زد. امروز پیشینی یک بری فربه کشتم. گوشتش چنون ملایم با مزه که ماندن گیرید. هر روز یک بره را وی از کجا می یابد؟ حیران می شدند ساکنان اول این را سنجیدن در کار. چندی از جوانان چالاک بام برآمده از موری کلان درون خانه نگریستند. دیدند که کمبغل استخوان پاره را جوشانیده با روغنی برای آب جولیده آن مویلب خود را روغن کرد. سپس یک کف زیره را که از خوردنی ها در خانه فقط همان را داشت به دهان انداخت. جوانان زود از بام فرآمده واردی بونه کمبغل گشتند. السلام علیکم، راه گذر بودیم، گفتیم یک سری قدم خانه بای بابا درآییم. اندک دیر آمدید، نو بره کباب کرده خوردم، اکنون از خانه برآمدنی بودم. تو اول بگو که این خیل زیری خوشتم و خوشبوی را از کجا چیده می آیی؟ کمبغل فهمید که جوانان از سرش آگاهی یافتند، سر خجالت پایین افکند. بعد این واقع مویلبش یگان بار روغن ندید و جلا نداد. یاد داشت باری در ایام بچگیم پدر مرا سخت لت کرده است. شته های خوردم که ها از یاد رفتن، اما سبب شته خوری را هنوز به خاطر دارم. یک پگاهی از خانه برآمده گویا سوی مکتب روان شدم، اما به تن کوچه تاب خوردم. بعد به کوچه دیگری در آمدم، خلاص که آن روز به مکتب نرفتم. تا بیگاه با بچه های کوچه بازی کردم. پدرم کمی پول داده بود که کتاب بخرم، ولی من همه کاری عالم را فراموش کرده سرگرم قمار گردیدم. پول البته تمام شد و در غم پولیابی افتادم. کس هنگام قماربازی و باختن تینی آخرین گمان میکند که اگر 5 تینی دیگر یافته میتوانست همه پولهای باخته‌اش را بر میگردانید و حتی برد میکرد. من اسپین داشتم که چند تنگه پیدا کنم، پولی باختم را گشته میبرم. از بچه هایی که همراهشان بازی میکردم قرض خواستم، اما کسی نداد، زیرا فالی هست که گویا در وقت بازی به آدم قمار باخته پول قرض دهی، خود نیز قمار را بای میدهی. دیدم که نشد، علاج دیگری یافتم. اول را خانه به خانه دور زده اعلان کردم که پگاه پهلوان ها می آیند و مرا فرمودند که برایشان پول و خون دارم. سگ گشنه دیدو در بدر گشته چی هم پیدا کرده می تواند، از دو یکی، یا استخوان پاره یا کلتک. به من بعضی ها پولی سیاه هم نمی دادند، یک خیل ها می دادند.
ظاهراً پدرم را خاطر کرده می دادند. پس از دور زدن اول دریافتم را شمرده دیدم که بازی را دوام دهم می شود. ولی این پل سبیل هم زود تمام شد. بر زمین این وقتی بازی روی زمین گوک کشیدن لازم می شد تا بگاه شلوارم دریده زانوهایم خونشار گشتند. در این میان خانگی ها به جستجوی من افتادند. اکه هایم مرا کفته به 4 طرف اول رفتند. ساکنان اول که گپ‌های بافته مرا در خصوص آدمان پهلوان شنیده بودند یک یک به خانه ما آمده تفصیلات خبری مذکور را دانستنی می شدند. خلاص هنگامی که مرا از گوشم داشته خانه می آوردند ماجرایم سر تا پا معلوم گشته بود. اینک من در حکم پدر، من در دنیای بیشتر از همین حکم می ترسیدم. پدر از نوک ناخن تا فرق سرم نظر کرد. زانوهای ورمیده سب سرخم از سوراخی شیمم برآمده می ایستاد، چنان که بالشت های پری بر روزن بونه خلانیده نمایانند. این چی؟ پرسید پدر آرامانه. این زانو، جواب می دادم. من جای دریده شیمم را با دستانم پناه کردنی شده. زانو بودنش معلوم، لیکن چرا برآمده ایستاده است؟ گپ زن، شلوار را در کجا در راندی؟ من 4 طرف شلوار خود را نگاه می کردم گویا که دریدنش را همین حالا می دیده باشم. بچه دروغگو و ترسانچک عجیب است. می فهمی کلان سالان همش را می دانند و منکر شدن بیفایده و خنده آور است. با وجود این تا آخر فیصل داده راستش را نمی گویی و کدام یک سفسطه ها را می بافی. در آواز پدرم آهنگی تهدید پیدا شد. خانگی ها از بس که فعل سروری آیه را می دانستند به خلاص کردن من شتابیدند. اما پدر با اشارت آنها را دور کرد و باز از من پرسید: خوش، شلوارت را چخیل در راندی؟ در مکتب به میخ در راند. چخیل تکرار کن. به میخ. در کجا؟ در مکتب. کی؟ همین روز. پدر کشیده و کشاده برایم یک تارسکی زد. اکنون بگو شلوارت را چخیل در راندی؟ من خاموش می ایستادم. پدر به این بر رویم هم یک تارسکی زد. اکنون گپ زن. من گریستم. دم شو، امر کرد پدر و دست به سوی تازیانه برد. من گریه بس کردم. پدر باز قلاج کشید. اگر حاضر راستش را یک به یک نگویی همچین کاریت میکنم. من چی بودنی تازیانه گریهش سنگ تراشیده را میدانستم. واهمه تازیانه از ترس راستگویی بالا گرفت و حادثه های از پگاه روی داده را یکایک گفتم. تنبیه خوری به آخر رسید. من 3 روز به خود آمده نتوانستم. زندگی خانه و مکتب ظاهراً معتدل می نمود، اما دلی من در جایش نبود. حس می کردم که با پدر مرا باز گفتگوی در پیش است. زیاده از این خود چنین گفتگو را می خواستم و حتی تشنه آن بودم. در آن روزها بیشتر از آن وجه عذاب می کشیدم که پدر با من گپ زدن نمی خواهد. روز 3 به من گفتند که پدر فریاد دارد. او مرا در پهلوی خود شنانیده سرم را با نوازش سیله کرده پرسید که حالا در مکتب چی را گذاشته ایستادم، بهاهای من چه خیلند. سپس به ناگاه سوال کرد: میدونی برای چی من تو را رد کردم؟ میدونم. برای چی به فکرت؟ برای آن که قماربازی کردم. نه، برای این نه. کدامی از ما در بچگی قماربازی نکرده است؟ من هم قماربازی کردم. اکهایتم. برای آن که شلوارم را در راندم. نه، برای شلوار هم نه. کدام ما در بچگی شلوار یا کرتش را ندرانیده است؟ خیریت که سرمون امان مون. آخر تو دخترچه نیستی که دائم از پیراهچه راه گردی. برای آن که مکتب نرفتم. البته این خطای کلانی تو. همه حادثه های آن روزه از همین سر زده است. تو را برای این کارت همچنین برای شلوار را در راندن و قمار بازیدن جنگ کردن لازم بود. خیر، بسیار سخت جزا دهم. گوشت را می تافتم. من تو را پسرم برای دروغ گفتنت لط کردم. دروغگویی کاری حتی یا تصادف نیست. این خصلتی آدم است که ریشه راندنش ممکن. این گیاه زهرناک است در زمین دلی تو. اگر آن را کس سری وقت ریشه کن نکند تمام زمین از وی
پر می شود و برای سبزش تخم نیکی جای نمی ماند. در جهان دهشتناکتر از دروغ چیزی نیست. آن را زده و پیش کردن ممکن نیست. اگر به من بار دیگر گپی دروغ بگویی می کشمت. از همین ساعت بناهن تو فقط گپی راست می گویی. نعل کج باشد کج می گویی. دسته کوزه کج باشد کج. درخت کج باشد کج. فهمیدی؟ فهمیدم. این طور باشد رفت. من رفتم و در دل قسم خوردم که هیچگاه دروغ نمی گویم. غیر از این می دانستم که یکان گپ شود پدرم مرا هر قدر عزیز دارد هم در لفظش می ایستد و مرا می کشد. پس از چند سال من این قصه را به یک دوستم حکایت کردم. نخواد. ندا کرد او: تو همین یک دروغی اندک و ناچیزی خود را فراموش نکرده ای؟ من جواب دادم: دروغ است و راست راست. این چیزها نه خوردی دارند و نه کلانی. حیات است و ممات است. دمی که مرگ میرسد حیات نیست و برعکس. تا دمی که از جان رمقی هست مرگ نیست. این هر دو یک جای وجود ندارند. یکی دیگری را انکار میکند. دروغ و راست نیز چنینند. دروغ بدنامی، رذالت و کثافت است. راست زیبایی و نزاکت، آسمان صاف و بی‌غبار است. دروغ بزدلی، راست مردانگی. یا این هست یا آن. چیزی که بین این و آن باشد وجود ندارد. اکنون که بعضا اثرهای دروغی نویسندگان دروغگو را خواندنم لازم می شود، تازیانه پدر به یادم می رسد. حالا آن تازیانه بسا ضرور است. چون این پدری سختگیر و حقگوی ضرور است که در حالتی درکاری تهدید کرده بگوید: اگر دروغ بگویی می کشمت. ولی هیها که حالا دروغ می گویند و جزایی نمی بینند. کاش که فقط دروغ به جزا می ماند. مگر برای راستی جزا نمی دادند؟ اکنون که بعضا اثرهای دروغی نویسندگان دروغگو را خواندنم لازم می شود، تازیانه پدر به یادم می رسد. حالا آن تازیانه بسا ضرور است. چون این پدری سختگیر و حقگوی ضرور است که در حالتی درکاری تهدید کرده بگوید: اگر دروغ بگویی می کشمت. ولی حیات که حالا دروغ می گویند و جزایی نمی بینند. کاش که فقط دروغ به جزا می ماند. مگر برای راستی جزا نمی دادند؟ مگر در تاریخ مثالهای کمان که آدمان محض حقیقت گویی کرده عذاب کشیده اند، محض برای حق را حق گفتنشان بر سرشان تازیانه تنقید بالا شده است؟ در بچگی مرا بسا جسارت لازم شد تا از سخن حق گریبان نتابم، چون که از سخن حق روی تابی راحت و آسوده نمی شوی، بلکه سخت عذاب می کشی. عذاب وجدان می کشی. دلیران عقیده خود را دیگر نمی کنند. آنها می دانند که زمین دور می زند. آنها می دانند که آفتاب بگرد زمین نه، بلکه زمین بگرد آفتاب دور می زند. آنها می دانند که شب می گذرد و صبح می دمد، سپس روز می شود. بر عوض روز باز شب می رسد. زمستان می رود و بهار می آید، سپس تابستان گلستان می رسد. چون این بر می آید که تازیانه وجدان، تازیانه ناموس، تازیانه حقیقت عاقبت به سری دروغی و دروغگوها بر می خورد و هیچگاه دروغ براست غالب نمی آید. از صحبتی که در گودیکنی اول شده بود، میان راست و دروغ مسافت چند است؟ یک وجه. چرا؟ چون که بین چشم و گوش یک وجب است. آنچه با چشم خود دیدی راست، آنچه با گوشت شنیدی دروغ. این گپ درست است. البته شنیدن کی بود مانند دیدن، اما نویسنده باید حقیقت را از همه جا به دست آورد. از آنچه دیده است، از آنچه شنیده است، از آنچه خوانده است، از آنچه خود از سر گذرانیده است. آیا نویسنده تنها با امیدی چشم شده می تواند؟ حیات را وی با چشم می بیند ولی موسیقی را با گوش می شنود. تاریخ کشورش را می خواند. یک خیل نویسنده ها حتی چشم و گوش نه، شامه خود را در جای اول می گذارند.
شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگل یوسفووا. پایان گفتار 22.